علاقه من به فضا از پدر بزرگم و پدرم شروع شد. هر دو به نوعی به فضا علاقه داشتن. من توی منطقه روستایی بزرگ شدم، جایی که آسمون شب خیلی تاریک و پرستاره بود. اونجا خوش شانس بودیم چون میتونستیم خیلی چیزا رو با چشم ببینیم. هر اتفاقی که تو آسمون رخ میداد. خب نقش من به عنوان طراح ارشد تو پروژه استارچارت اینه که حس شگفتی که نسبت به فضا دارم و تو قالب تصویر بیارم روی دستگاهایی مثل گوشی‌ها، لپتاپ‌ها و کامپیوترها. اولین کاری که میکنم اینه که بفهمم چی میخوایم نشون بدیم. بعد میشینم با تیم برنامه نویسا و میگم این تصویری که تو ذهنم دارم. اینجا داریم استارچارت رو روی اولترابوک اینتل اجرا میکنیم. این پلتفرم اصلی ماست و ما داریم گرافیک رو تا حد نهایی هول میدیم جلو. البته استارچارت روی دستگاه‌های اندرویدی، تبلت ها و پی سی هم قابل استفاده است. الان ما داخل حلقه‌های زحل هستیم. تمام این ذرات یخی کوچیک با استفاده از شیدرهای هندسی به صورت زنده و آنی تو اولترابوک رندر میشن. کار با اینتل و اولترابوک ها به ما این فرصت رو داد که بپرسیم این سخت افزار واقعاً چه توانایی داره. یکی از چالش‌های بزرگ ما پیدا کردن تصاویر با کیفیت از منابع معتبر بود تا بتونیم اونا رو وارد اپلیکیشن کنیم. ما از آثار یوهانس هولیوس استفاده کردیم. اون یه منجم و هنرمند قرن 17 بود که صورت‌های فلکی رو با نگاهی تازه بازطراحی کرده بود. خب ما مجبور بودیم تصاویری که خیلی نامشخص و مبهم بودن و توی فضای اینترنت منتشر شده بودن بگیریم و با کیفیت خیلی بالا بازسازی کنیم. اغلب از منابعی مثل ناسا استفاده می‌کردیم، مثلا نقشه استوانه‌ای سطح مریخ. اون تصویر رو می‌گیریم و رنگ‌آمیزیش رو تغییر میدیم، نه برای اینکه جعلی بشه بلکه برای اینکه زیباتر بشه و در عین حال واقعی بمونه. خب این مثلا سحابی M16 هستش. اگه عکس خام ناسا و مستقیما وارد اپلیکیشن کنیم، ساعت‌ها طول میکشه تا ستاره هایی که تو تصویر هست با ستاره های شبیه سازی شده تو برنامه هم راستا بشن. ما اون ستاره های اضافی رو حذف میکنیم و به مخاطب چیزی نشون میدیم که تا حالا هیچ کس از آسمون ندیده. اون چیزی که میبینید در مقیاس سال نوری خیلی گسترده است. ما خورشیدهای مزاحم رو حذف میکنیم و رنگ‌هایی رو که تو تصویر خام محو بودن زنده میکنیم. یکی از ویژگی‌های اصلی نسخه بروز شده استارچارت برای من این بوده که بالاخره تونستم بخشی از طراحیامو که مدت‌ها داشتن خاک می‌خوردن و سخت افزار قبلی توان پردازششون رو نداشت وارد برنامه کنم و این اتفاق باعث شد که اون چیزی که توی ذهنم بود بتونم عملی کنم.